Again, we want to work also with the government itself as partners. We have a dialogue which is known as our annual bilateral consultations, where we have a specific component of that dialogue that is focused on. ما می‌خواهیم با حکومت کار کنیم. ما یک مکالمه براه مانده‌ایم که مذاکرات سالانه نام دارد و آن از چندین بخش‌ها ترکیب یافته است. از جمله در مسائل حقوق بشر و جامعه مدنی تمرکز کرده است. از جمله در دایره همین مذاکره‌ها ما درباره حقوق بشر، آزادی‌های دینی و مسائل دیگر صحبت می‌کنیم. از نظر ما خیلی مهم است که ما با حکومت تاجیکستان مکالمه باز داشته باشیم. ما خواستار ادامه این مکالمه می‌باشیم تا که برای جامعه مدنی فضای بیشتری آزاد باز شود. صرف نظر از آن که ما در رابطه با تحولات داخلی از جمله حزب و سازمان‌های محلی هیچ نظری نداریم، این مربوط به کار ما نیست. ولی ما باور داریم که آزادی باید در یک سطح وجود داشته باشد که هم شخصانی جداگانه و هم جامعه در فعالیت‌های اشتراک کرده توانند. این مسئله است که ما در اینجا در تاجیکستان در صحبت با حکومت و جامعه شهروندی به بررسی آن ادامه خواهیم داد و با شریکانمان سر آن کار خواهیم کرد. این یک بخش خیلی مهم است. So again, that's something that we will continue to discuss and work together with our partners in the government and also partners in civil society here in Tajikistan. As you suggest, it is a very important area.